درود به همه شما دوستای عزیز. امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه. ما در مورد خانواده گوشتخوارها و گیاهخوارها صحبت کردیم. بریم در مورد خانواده نظافتچیان یه صحبتی کنیم. البته که خانواده نظافتچی‌ها منفک و جدا از خانواده گوشتخوار و گیاهخوارها نیستن، ولی در کل ما توی این صنعت اونا رو جدا حسابشون میکنیم، چون یه سریشون برای زیبایی آکواریوم و نظافتن، یه سریشون فقط به درد نظافت میخورن. پس خود خانواده نظافتچی ها هم یک سریشون تو دسته گیاهخوارا هستن، یک سریشون تو دسته گوشتخوارا. خب تیم نظافتچی آکواریوم به چه دردی میخوره؟ مطمئن باشید اگر نتونید تیم نظافتچی آکواریومتون رو به نحو احسن بچینین، قطعا با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد و قسمت جالب ماجرا اونجایی میشه که هرچی دنبال علت تلفاتت میگردی، علت کدر شدن آب میگردی، یا آن چیزی که از اون آکواریوم داره حالتو بد میکنه میگردی، پیدا نمیکنی، به هیچ نتیجه ای نمیرسی، میگه همه چیم سر جاشه. اما تیم نظافتچی اگر توی آکواریوم به صورت کامل وجود نداشته باشه، به هر حال تو یک نقطه از آکواریومت خسته میشی. تیم نظافتچی فقط برای تمیز کردن آکواریوم نیست، عملا یه تعداد دکترن که اومدن برای پیشگیری از بیماری هایی که ممکنه به خاطر جمع نشدن توی آشغالای آکواریوم، حتی جلبک های آکواریوم میشه، یعنی اومدن پیشگیری کنن که ماهیاتون مریض نشن. اگه بخوایم مبحث رو خسته کننده نکنیم، بریم سراغ این که توضیح بدیم اصلا به چند دسته تقسیم میشن، یا اصلا بگیم هر کدومشون چه کاری انجام میدن. تیم نظافتچی اصلا چی هست؟ اینو بگم. تیم نظافتچی به انواع کفخوارها میگن تیم نظافتچی، به انواع کتفیش ها که نقش تمیزکاری دارن میگن نظافتچی، خانواده شیرینپ ها، حتی خانواده خرچنگ ها، لابستر، کامبارلوس که خودش از خانواده همه ی حلزونا، اینا همه جزو تیم های نظافتچی هم. نقش هر کدوم از اینا تو آکواریوم متفاوته. من سعی میکنم خیلی خودمونی و عامیانه صحبت کنم تا متوجه بشید. مثلا کفخوارها و لجنخوارها که همون کتفیش ها محسوب میشن چه فرقی با هم دارن؟ یه سری از کتفیش ها و لجنخوارها رو الانم براتون با هم مقایسه میکنیم. ما بیایم در مورد کوریدوراس که نوعی کفخواره. خود کوریدوراس گونه های مختلف و زیادی داره که بعدا در موردش صحبت میکنیم. بماند کفخوارهای دیگه مثل خانواده لوچها و داریم. بریم اصلا حالا به صورت کلی کفخوارها و کتفیش ها. فرق کفخوار و کتفیش: کفخوار مثل جاروی دستی عمل میکنه. زمانی که شما فرش خونه رو جارو میکنی، عملا نقش کوریدوراس رو تو خونه داری اجرا میکنی. حالا فرش رو لوله میکنی میذاری کنار، نوبت سرامیک هاست. سرامیک خونه با تی باید جمع بشه. دقیقا اینجا نقش کتفیشا رو داریم. حالا اینکه شما چقدر زیبا هستین و نیستین دیگه بماند. کت پوزه بوتئین، کت ال59 و کتای کددارین. به هر حال فرق این دوتا با هم تو همینه. کوریدوراس ها جاروی دستی، کتفیش ها نقش تیو اجرا میکنه. میخواید با هم کوریدوراس ها رو ببینیم که چجوری عمل میکنن تو اصلا بریم یه کوریدوراس رو با هم ببینیم و بیایم. این کوریدوراس بود. حالا دوست دارید یه کتفیش رو با هم ببینیم چجوری عمل میکنه؟ بریم کتفیش هم ببینیم.
بریم حالا سراغ یه تعداد دیگه، چون مبحث هر کدوم از اینا بسیار تخصصیه و انتها نداره، به قدری جذابه که اصلا آدم فقط لذت میبره در موردش صحبت کنه. ما مجبوریم برای اینکه این ویدیوها کسل کننده نشه خیلی زوم نکنیم روشون و سریع گذر کنیم. حلزونا، انواع حلزونا رو داریم. یه سری حلزونا هستن که به درد آکواریوم هایی که داخلش گیاه داره نمیخوره. یه سری حلزونا داریم مخصوص آکواریوم هایی که داخلش گیاه وجود داره. حلزون سیب از اون دسته حلزوناییه که علاوه بر مفید بودنش توی آکواریوم به راحتی هم توی آکواریومتون تکثیر میشه. بعدا در مورد تکثیری صحبت میکنیم، خیلی ساده است. ولی گیاه های توی آکواریوم گیاه های طبیعی رو میخوره. در مقابلش یک نمونه حلزون مثل حلزون زبرا، اگه بخوام براتون مثال بزنم، یک گیاه، یک حلزون کاملا پلنت سیف و مفیده برای آکواریوم هایی که توش گیاه داره. قشنگ روی برگ گیاه رو تمام جلبکاشو میخوره. شما یه برگ و قهوه‌ای اگر ببینید، حلزون زبرا زمانی که شروع میکنه برگو تمیز کردن، انگار اون برگ تازه جوونه زده و آمده بیرون، که بسیار مفیده برای آکواریوم های گیاهی. بذار اصلا یه لحظه نگاه کنیم. این حلزون سیبه، درست شد؟ اینم حلزون زبراست که جزء پلنت سیف است. خانوادهشون بسیار گسترده است، یکی از یکی جذابتر، یکی از یکی قشنگتره و جزء خانواده نظافتچی‌ها حساب میشه. حالا برمیگردم روی همین حلزون‌ها، کفخارها و کتفیش‌ها. فقط دوست دارم این ویدیو رو به طور کلی بریم جلو، اصلا با تیم نظافتچی‌ها یه ذره آشنا بشیم. بریم سراغ کفخارهایی که فقط غذا نمیخورن. یا البته این موضوع اینجا یه پرانتز باز کنم، خیلی از دوستان بر این باورند که کتفیش‌ها یا کلا تیم نظافتچی‌ها مدفوع هم میخورن. نه، وظیفه شماست که اون مدفوعهایی که داخل آکواریوم مونده، غذاهای اضافه‌ای که دیگه رفته لای سنگا رو از طریق سیفون کردن آکواریوم در بیارید. که سیفون کردن آکواریوم به نظر من مهمترین بخش نگهداری از یک آکواریومه و باید انجام بشه. توی طبیعت تمام آنچه لازمه تا فیلتراسیون انجام بشه برای رودخونه ها و دریاها خود خداوند اونجا قرار داده. آکواریوم دست ماست، اگر انجامش ندید تموم کارتون. خب بریم حالا ببینیم یه سری از کفخارهایی که بهتون مثال بزنم. کفخارهایی که بهشون کفخار گفته نمیشه، اصلا جزء خانواده کفخارها قرارشون نمیدن، اما کفخاری میکنه. حالت دهنشون مثل کریدوراست، به سمت پایین قرار داره و زمانی که حرکت میکنن غذا رو از کف میخورن، مثل لوچ دلغک، لوچ پاکستانی و خیلی از ماهی‌های دیگه که الان نام بردنش فکر نمی کنم لازم باشه. لوچ دلغک مگه جلبک میخوره؟ نه. مگه فقط غذا میخوره؟ نه. پس این هم جزو تیم نظافتچی حساب میشه. چرا؟ در مورد لوچ دلغک صحبت کردم که یکی از ماهی‌های ارزشمند آکواریومی هستش و دوست داشتنی. علاوه بر جذابیت و ارزشمند بودنش کمک میکنه که حلزونهای آفت آکواریومتون رو از بین ببرید. خیلی جالبه که خانواده لوچ ها کلا تقریبا 90%شون با حلزون آفت مشکل دارن، یعنی حلزونهای آکواریومتون رو هم از بین میبرن. بله، غذای اضافه ها رو هم از کف میخورن. واسه همین زمانی که یک نفر میخواد بره لوچ دلغک تهیه کنه، حتما فروشنده اینو بهش میگه کفخاره. من توی این ویدیو فقط خواستم بهتون بگم که تیم نظافتچی هم وجود داره، ولی ما از خانواده گوشتخوار و گیاهخوار جداش نمی کنیم. از تیم نظافتچی تو آکواریوماتون غافل نشین.
من بعداً دونه دونه این ماهی ها رو براتون قشنگ تشریح میکنم که هر کدومشون چه کاری انجام میدن و چه فعالیتی توی آکواریومتون داره، کجا براتون مفیده، کجا مفید نیست، فقط زیبایی داره. همه رو براتون باز میکنم. همون کتفیشی که در موردش صحبت کردیم به قدری خانوادش بزرگه که اصلا الان بخوایم در موردش صحبت کنیم فکر کنم به اندازه 24 ساعت بشه در موردش صحبت کرد. از تیم نظافتچی غافل نشید. یک بار دیگه میگم از تیم نظافتچی تو آکواریومتون غافل نشید. اگر رفتید یه جا خواستید یه ماهی بود بخرید، گرون بود، دلتون نیومد بابتش پول بدین، اما بابت تیم نظافتچی آکواریومتون هزینه کنید. ولی یادتون نره سرگروه این تیم شمایی، اونا به شما کمک میکنن، سرگروه شمایی و وظیفه اصلی کاپیتانی هدایت کردن این تیم با شماست. نقش تمیز کردن تو آکواریوم برای شما از همه پررنگتر و مهمتره. اونا فقط کمکت میکنن تا کارت سبکتر بشه. دوستان عزیز سابسکرایب کنین، ما رو دنبال کنین، زنگوله رو هم بزنین.